مقامات آذربایجان لیلا یونس یکی از حامیان حقوق معروف کشور و شوهرش عارف یونس را بازداشت کردند. ماموران امنیتی این جفت را روز 28 اپریل در فرودگاه شهر باکو دستگیر کرده سپس خانه آنها را به دستور رسمی جستجو کردند. لیلا یونس میگوید مقامات رسمی آذربایجان میخواهند با دلایل ساخته و بافته خانواده او را به جاسوسی به نفع خارجیان گناهکار کنند. در شهر مسکو سرمایه‌گذارانی که در بانک مفلس شده ماستر بانک و دیگر بانک‌های روسیه پول‌هایشان را از دست دادند با ارسال نامه سرکوب شده به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین خواستند به قول آنها به بی‌قانونی در بانک‌های روسیه خاتمه دهد. مقامات رسمی روسیه ماه نوامبر سال گذشته ماستر بانک را به تقلب‌کاری متهم کرده و فعالیتش را بازداشتند. در اوکراین ساکنان شهر زاپاروژیه با طلب بازداشت یوگنی انیسیموف رهبر یک گروه سازمان یافته جنایی در نزد دادستانی شهر تظاهرات کردند. یوگنی انیسیموف به طمع‌جویی و دزدی متهم می شود. تظاهرگران اوکراینی این فرد و شریکانش را مسئول برانگیختن خشونت علیه تظاهرگران همگروه اوکراین با اتحادیه اروپا می دانند که این تظاهرات ماه ینور در زاپاروژیه صورت گرفت. با گفته تظاهرگران در صورت آزاد ماندن انیسیموف می تواند این کارش را تکرار کند. در پاکستان نزدیکان افراد ناپدید شده با طلب برگردانیدن خویشاوندانشان در مرکز شهر اسلام آباد خیمه زدند. در این تظاهرات 200 نفر شرکت دارند و میگویند که ماموران امنیتی پاکستان خویشاوندان آنها را به هیچ اتهام دستگیر کرده و سالهاست که در بازداشتگاه نگه می‌دارند. روز پیشتر ماموران پلیس پاکستان این تظاهرگران را کلتک‌کوب کرده از نزد پارلمان راندند. در شهر کابل پایتخت افغانستان فعالان سیاسی عکس‌های قربانیان جنگ بیشتر از 35 ساله کشور را به نمایش گذاشتند. این نمایش بخشیده به تبادلات دولتی کمونیستان علیه محمد داود خان در روز 27 اپریل سال 1978 برگزار شد. فعالان سیاسی افغان خواستند همه آنهایی که در جنایت‌های جنگی دست دارند به دادگاه کشیده شوند. در جمهوری تاتارستان گروه از فعالان در شهر چالی بر ضد آنچه که خودشان تعقیب مسلمانان در روسیه خواندند تظاهرات کردند. در میان آنها فوزیه بیرم و ادیب شناخته تاتار هم بود که او را بعد مخالفت آشکارش به همراه کردن کریم به قلمروی روسیه از حق کار و ترک تاتارستان محروم نمودند. در تاجیکستان در مسجد مرکزی شهر دوشنبه آزمون حفظ و قرائت قرآن شروع شد و تا روز 30 اپریل ادامه می‌کند. در این آزمون 136 نفر نورسان و جوانان تا 25 ساله شرکت دارند. آزمون قاریان قرآن بار دوم است که با تشبث دانشگاه اسلامی تاجیکستان برگزار می‌شود.